الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. یه روزی میاد تمام این توانایی ها رو ما از شما میگیریم، قدرت تکلم رو، قدرت فکر کردن رو، قدرت حرکات دست رو، تمام اینها گرفته میشود. اما یه عده‌ای قلب اونها زنده است روز قیامت. وقتی سوال جواب می شود حاضر جوابم. میگن امام من امیر المؤمنین روحی له الفداست. من به ولایت امیر المؤمنین زندگی کردم. امام من امامی است که هر چه داشت روز عاشورا داد در راه خدا. اون امام من طول حیات و زندگیم تمام توجهم به اهل بیت بوده. هر آنچه گفتم گوش دادم، هر آنچه نهی کردم اون را از خودم دور کردم. امام صادق میفرماد کسی که امر ما رو احیا کنه، توی مجلسی بنشیند که ذکر ما رو میکنن، روز قیامت تمام اینهایی که فکر میکردم قدرت دارن، حاضر جوابن، میتوانند خودشون رو از امتحان خارج کنن، قدرتشون گرفته میشه. الا اونهایی که با این مجالس امر ما رو حفظ کرده باشن، اینا روز قیامت قلبشون زنده است. مراد از این که قلبشون زنده است، آماده است، مراد اینه که جواب آنچه که ازشون سوال می شود حاضر دارن، میدانند چگونه پاسخ بگویند، میدانند راهی رو که رفتند چگونه طی کردند و الان روز مزدشونه. همه قلبا از بین میره، دیگه توانایی از بین میره. روز قیامت چی داری جواب خدا رو میدی؟ آن کسی که امر ما رو احیا کرد او آماده است برای جواب. خداوند متعال تو این دنیای فانی که زود هم میگذره، بزرگان مجلس، پیرمردای مجلس که مثل من پیرمردن، اگه سوال کنی که عمرتون چگونه گذشت، میگه انگار یه چشم به هم زدن بود. خدا میداند یادمه مدیر مدرسه میومد میگفت بچه ها درس بخونید، دنیا یه چشم به هم زدنه. ما تو صف کلاس چشامون رو به هم میزدیم، میخندیدیم. الان میفهمم اون راست میگه، ما خسارت کردیم. یه موقفیست برای انسان، اونم موته، مرگه. اولین امتیاز و همه ما انشالله داریم، اونم ولایت امیر المؤمنینه. فرمود بنی الاسلام علی خمس، پنجمی فرمود الولایه و ما نودی بشیء مثل ما نودی بالولایه. اونم ولایت امیر المؤمنینه، ولایت اهل بیته. من برای اینکه به این نتیجه برسیم که ما واقعا تو دنیا چه کردیم و الان آمادگی داریم یا آمادگی نداریم، یه مقدمه رو اجازه بدید من بیان کنم، یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و بعد از اون وارد اصل مطلب بشم. امیر المؤمنین میفرماید
عجب لمن نسى الموت و هو یرى الموت. عجیبه برا من، مردم مرگو فراموش کردن اما مرده رو جلوشون میبینن. یعنی میبینن هر روز افرادی دارن از این دنیا میرن. چون ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. تا دیروز سرها راه میرفت و خیابون، آرزو داشت، آمالی داشت برای آینده، ولی شب خبر دادن و صبح بلند شدن از دنیا رفته. قاعده زندگی اینه. خداوند متعال فرموده است من مدتی به شما وقت میدم، این مدتم تمام میشه اما نمیگم چقدر. این از اسرار حیاته که آیا امروز فردا خدایا ما رو برای چی خلق کردی؟ هدف از خلقت چیه؟ ما تو این دنیا اومدیم که چه کار کنیم؟ فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هدف من از خلقت انسان این است، از خلقت که اینه که عبادت کنن. عبادت کنن این نماز بخونن، روزه بگیرن. این عامه گروه ما ایستاده اند الان و این همه جنایت رو مرتکب میشن، اینا هم نماز میخونن، اینا هم روزه میگیرن. پس آیا این که لیعبدون میفرماید مراد چیه؟ مراد این مردم از فرصت استفاده کنید، عبادت کنید خدا را. من این نماز و روزه رو نمیگم ها، میگم با این عبادت وسیله باشد که به من برسید، به خدا برسید. خلق کرده خدا انسان رو و جن رو برای چی خلق کرده؟ برای اینکه به خدا برسن. اما برای رسیدن به خدا یه سری وسائل میخواد، یه سری راه ها میخواد که خداوند متعال در مواطن مختلف توضیح داده، بیان کرده. فرموده میخواید به من برسید، یک سری دستورات در دنیا هست، قرآن کریم بیان کرده، اهل بیت روحی لهم الفدا براتون بیان کردن، اون دستورات رو انجام بدید. خدایا انسان رو و جن رو خلق کردی تا به تو برسن که چه بشود؟ انسان اگر خدا به خدا رسید و عظمت خدا رو درک کرد، یه دنبال گناه نمیره، یه گناه نمی کند. وقتی گناه جلوش آمد میگه من که بناست به خدا برسم. خدا که هدفش این است که من استفاده بکنم از دنیا و خودم رو به مراتب عالی برسونم. فرمود دومیش اینه اگر تو اهل خدا شدی، به خدا نزدیک شدی، دیگه بستگی به دنیا پیدا نمی کنی، دیگه دنبال دنیا نمیری. امیرالمؤمنین میگفت مردم این دنیا بقا نداره، غری غیری، ای دنیا برو دنبال کسی دیگه، تو من رو نمیتونی گول بزنی. وقتی امیرالمؤمنین آمد کوفه صدا زد مردم من با این مرکبم، با این زاد و راحلم اومدم، بیایید ببینید یه روزی من از این کوفه خواهم رفت. من به خاطر دنیا نیامدم، به خاطر آن نیامدم که دنیامو آباد کنم، آمدم که شما را هدایت کنم، حق رو به شما بگم، لیعبدون، تا اینکه خدا را عبادت کنید، به خدا برسید. انسانها به دنیا آمدن تا به خدا برسن، تا فردای قیامت خداوند متعال حاضرشون کنه بگه فلانی من این زمان رو به تو مدت وقت دادم، تعیینم نکردم، چه کردی در دنیا؟ دنبال چه رفتی؟ دنبال زاد رفتی؟ راحله رفتی؟ برای دنیا چیزی رو جمع کردی یا نکردی؟ این رو بدونید. امام صادق و ابو بصیر فرمود ابو بصیر فردا که تو رو تو قبر میذارن، اولین چیزی که در جسم تو رخ میده چشات،
از بدنت خارج میشه، چون اراده نگه داشتن چشم دیگه بدن از دست میده. بعد بدنت شروع میکنه به کم کم از بین رفتن. بعد کرمها شروع میکنن در بدنت رشد کردن و این گوشت بدنت رو بخورن. اون موقع فریادت میاد بالا، خدایا مرا برگردون، من سعی میکنم در دنیا قدر این روزا را بدونم. امام صادق به ابوبصیر گفت ابوبصیر فکر کن الان تو از خدا داری میخوای، خدا داره این فرصت را به تو داده، چرا تحول در خودت ایجاد نمی کنی؟ چرا سعی نمی کنی طوری زندگی کنی که مصداق لیعبدون بشود؟ قرآن میفرماد برای اینکه برسی به خدا واستعینوا بالصبر والصلاة، هم به صبر تمسک کنید هم به صلات. صبر چیه؟ ببینید انسان خلق و مختلفه دیگه، مصائب و ناملائماتی رو در زندگی میبیند. کدوم مصائب و ناملائمات بیشتر از واقعه قف که زینب اون مناظر مختلف رو ببینه؟ معنای صبر رو میخوام بگم. یا امام سید الشهدا روحی له الفدا بیاد کنار خیمه، زینب بهش بگه برادر ما خسته شدیم، این 6 ماهه یتلوا عطشا. یتلوا ماهی رو که از آب میارن بیرون، این دهنش باز و بسته میشه. میگه این بچه اینقدر گریه کرده یا قدرت گریه نداره. پدر بچه رو تو اون حالت بگیرن بیارن جلو قوم، بگه آقا شما با من دشمنی، با این بچه چی کار دارید؟ فذبحوه من الورید الی الورید. خب سید شهدا چی میکنه؟ تو باشی چی میکنی؟ بچه تو دامنه او رو با تیر مورد هدف قرار بدن، خون رو گرفت پرت کرد به آسمان، گفت خدا از ما قبول کن. این معنای صبره. یا زینب سلام الله علیها وقتی وارد مجلس یزید شد، این معنای صبره. بهش گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ چه جواب داد؟ نگفت بله ما مصائب تحمل کردیم، گفت ما رأینا الا جمیلا، ندیدیم مگر چیز زیبا از خدا. خدا امر زیبایی رو به ما نشون داد. چرا؟ چون اینا قدوه صبر بودن. حالا به خودمون برگردیم، ما که این مصائب رو ندیدیم. ما شاید گاهی وقتا مصائب دنیوی پیش بیاد، واقعا واستعینوا بالصبر رو داریم، صبر میکنیم، امر رو به خدا وا میگذاریم یا نه؟ لیعبدون یعنی صبر کن، یعنی صبر داشته باش که به خدا برسی. در ناملایمات تحمل کن به خدا برسی. این یاران پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین هم. شما جریان‌های مختلفی را از یارای پیامبر و امیرالمؤمنین خواندید. ابوذر شام تبعیدش کرد، عثمان بعد معاویه نامه نوشت به عثمان، عثمان اگر ابوذر شام بماند غوغا میکنه، برش گردون از شام. گفت مگر چی کار میکنه؟ گفت هر مصیبتی رو سرش میاریم تحمل میکنه. فضائل امیرالمؤمنین رو میگه، فضائل اهل بیت رو میگه. گفت باهاشو ببندید به مرکب، نذارید بیاد پایین، تا خود مدینه، از شام تا مدینه حرکتش بدید با مرکب بیاید و اجازه ندید از مرکب بیاد پایین. پاشو بستم تو راه، همش فضائل امیرالمؤمنین میگفت، اهل بیت میگفت. تو خبر داره وقتی از محمل آوردنش پایین تا ببرنش پیش عثمان، این بدنش تکه تکه شده بود، زخم برداشته بود. چرا؟
برای اینکه قدوه صبر اینا. برای چی؟ برای اینکه لیعبدون، چون پشت این لیعبدون موته و پشت سر موت یه زندگی جدا و دیگری است که اون زندگی ابدیه، اون زندگی ملاکه. بعد فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر کنید و نماز بخوانید. نماز تکلیف الهیه و انسان نمازی را که میخواند با شرایط باید بخونه. شما بگید باز این عامه که نماز میخونن، نماز یه شرطش ولایته، یه شرطش اعتراف به ولایت ائمه است و اولی الامر منکم، خدا را اطاعت کنید، پیامبر رو اطاعت کنید و اولی الامر که اهل بیت فرمودن اولی الامر مراد علی ابن ابی طالب و اهل بیت. خب دیگه چی؟ رسیدن به این مقام والا که عبادت منشأ اوست. فرمود فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم. زود تا عمرتون رو نگرفتیم، تا جانتون از بدنتون جدا نشده، فاستبقوا الخیرات. یه نفر میاد بگه آقا من که مال ندارم، من که قدرت ندارم، این نیست مراد. فاستبقوا الخیرات هر خیری رو شامل میشه. بزرگترین خیر چیه؟ از ولایت امیرالمؤمنین. یک کلمه که به دوستت بگویی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب، این که خرج نداره، این خیره. این که صلوات بفرستی، این خیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این که دست بچت رو بگیری ببری مجلس اهل بیت، این همش خیره. خیرا ریخته اما ما فکرمون جای دیگه است. آقا همین هاست که انسان رو به خدا میرساند. لذا فرمود اگر میخواهید عابد واقعی باشید، هدفی که من به خاطر اون شما رو خلق کردم، فاستبقوا الخیرات، دنبال خیرات برید. یکی از خیرات شکر خداست. شکرا لله. شما چند بار ما شکر خدا میکنیم؟ اینا همش خیره. بعد اینا یه سبب دیگه هم داره. این اعمال نه این که ما رو عابد واقعی میکنه و هدفی که خدا ما رو به خاطر اون خلق کرده محقق میکنه، نه تنها او، یه نورانیتی در ما ایجاد میکنه. اون نورانیت چیه؟ نورانیت اینه که دیگه فرصت نمیده به دشمن قسم خورده ما لأغوینهم اجمعین. قسم خورد شیطان، خدایا حالا که من رو از بهش راندی، همشون رو گول میزنم مگر یه گروه، مگر الا عبادک المخلصین، اونایی که این دستشون کف دستشون، اخلاصشون کف دستشونه. وقتی میره که جای پیامبر، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، با خدا معامله میکنه. خدایا من فلان کار رو میکنم در این مسجد، در این مکان، مردم رو در این مکان جمع میکنم چون یه نفر میاد ذکر اهل بیت میکنه. این همش فاستبقوا الخیراته. من ندیدم در روایات کلامی از اهل بیت عظیمتر از این که مجلسی در احیای امر اهل بیت واقع بشه، کلامی گفته باشن. چرا؟ شما میدانید گناه دو جوره. یه گناه کوچیک داریم، صغیره،
یه گناه بزرگ داریم. بعضی از گناه ها حق خداست، خدا میتونه بگذره. بعضی از گناه حق مردم، رفتی دزدی کردی نعوذ بالله، باید حق مردم رو بدی. خداوند متعال ازت میگذره به شرطی که حق مردم رو بدی. من در مورد حق الله صحبت میکنم الان. خب چقدر ما گناه کردیم، چقدر دروغ گفتیم، چقدر در صغر سنمون اشتباه کردیم، شیطان ما رو گول زده. چه کنیم تمام گناه ها رو خدا ببخشه؟ نماز بخونیم، روزه بگیریم، چه کنیم؟ حج بریم. امام صادق میفرماد یحط الذنوب العظام، یعنی این گناه های بزرگ رو از بین میبره از ریشه. چی؟ کسی که امر ما را احیا کنه. لذا قدیم آقایون زن و بچه هاشونو به دستور امام باقر که زن و بچهش رو روز عاشورا جمع میکرد و توصیه میکرد به شیعیان زن و بچه هاتون رو جمع کنید، یاد سید الشهدا کنید، چون اینا همش استباق به خیراته، همه خیرات در این امره. خب من خدا رو شکر میکنم در روز به خاطر اعطاش. خدا میگه من یشکر، کسی که شکر میکنه من را، کسی که شکر میکند مرا، فانما یشکر لنفسی، برای خودشه. من تو کیسش میذارم، تو زاد و راحلش برای آخرت میذارم. وقتی میگه خدایا شکرت، امر میکنم اون صفحه اعمال این آقا رو پر کنید از حسنات. خداوند متعال به بنده هاش رئوفه، چون ما رو خلق کرده. یه جوانی مست آمد خانه. انسان مست خدا عقلش ازش میگیره. آمد مادرش رو کتک زد. بعد از یه بلندی انداخت بالا، داشت از بالا میپرید. مادره ناله کرد پسرم دقت کن، از اون بالا که میای رو سینه هام بیا، رو زمین نخوری که باز زخم بشه. فرمود به عزتی و جلالی انا ارعف من هذه الام، به مقامم قسم، من از این مادر مهربانترم. اینا بنده های منن، من اینا رو خلق کردم. خودشون دارن راه گیر و طی میکنن. 14 معصوم رو فرستادن مثل قمر، مثل ما. یکیشون بین در و دیوار قرار گرفت، یکیشون سرش رو جدا کردن، یکیش رو مسموم کردن، یکی فرقش رو شکافتن. اینا رو من فرستادم که مردم رو هدایت کنم، مردم رو راهنمایی کنم. لذا فرمود قدر بدانید این فرصت رو. کل نفس ذائقة الموت. فکر نکنید میمیری. آقا این تاریخ امم و افراد رو ببینید، فرعون، غیر فرعون، کسایی که آمدن تاریخ رو به لجن کشیدن، اینا باور نمی‌کردن میمیرن. الان ببینید نام کی جاودانه. یه جمله هم بهتون بگم، شما اگر اهل خدا شدی، خدا نامتو تا ابد، تا روز قیامت جاودان نگه میداره. هر مجلسی میشینی میگن خدا رحمت کند فلانی، از یاد نمیری. قبر فلانی رفتی و خدا برکت بهش میده به قبرش، وجودن و عدما بهش برکت میده. چرا؟ چون باور داشت که از دنیا میره، باور داشت میمیره. کل من علیها فان. خدا حجتم تمام کرد، فرمود آقا هر چی در این دنیاست از بین میره. مرد ببینید گاهی وقتی شیطان احاطه کرد، عقل از انسان گرفت، فکر نمیکنه. ببینید شب و روز تلاش میکنه برای مال. سن شد 60 65 70. خب پیامبرم فرمود عمر امت من بین 60 تا 70.
بعدم از دنیا میره 4-5 تا بچه داره مالش رو جمع میکنه. خدا نکند که بچه‌های غیر متدین و نااهل تربیت کرده باشه، تو قبره بچه‌هاش با این پولاش بازی میکنن، خدا عذابش میکنه. فرمود کاری کنید که فردای تو قبر حسنات برای شما جعل شود، کاری کنید که حسنات به قبرتون بیاد. هم یعنی آقایونی که از دنیا رفتن، هم فی قبورهم والحسنات تسری الیهم، تو قبرن اما زاهد سلا درست کرده تو مشهد. زوار میگه خدا پدر و مادرشون حسنه، مسجد درست کرده، امام جماعت نماز میخوره، یه جوونه 16-17 سالی که حلوه میاد نماز میخوره، حسنات میزانه. همینه. بعضیان موت و باور کردن، موت و یقین داشتن و لذا اینا الگو بودن. فرمود مرگ نزد من مانند اون گردنبندیه که نوعروس میپوشه، که انی به اوصالی داره حرکت میکنه امام حسین، بعد اعلام میکنن که انی به اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین نواویس و کربلا. مردم من دارم میرم کربلا، اما دارم میبینم گرگ‌های بیابان بدن من رو تکه تکه میکنه. یعنی من برای خدا میرم، اما 3 روز جسم من در اون گرمای سوزان میماند. اینا برای خداست. داشتن میآمدن، یک لحظه خوابش برد سید الشهدا، بلند شدن فرمودن لا اله الا الله. ببین چه فرزندی رو تربیت کرده سید الشهدا. علی اکبر سوال کرد بابا جان چی شده است استرجاع میگویی؟ گفت منادی دیدم ندا میکنن هم یسیرون و المنایا تسری الیهم، دارن میرن مرگم پشت سرشون. بعد چی سوال کرده از پدر این نوجوان نمونه؟ فرمود پدر مگه ما حق ابلسنا علی الحق، مگر ما حق نیستیم؟ فرمود بلا. چی جواب داد؟ این جوان تربیت شده در مکتب امام حسین اذن لا نبالی بالموت، مرگ چیز مرگ بیاد، ما از مرگ ترسی نداریم. ببینید آقایون 2 تا دنیاست، این دنیا و آخرت. شما اگه بخواید سفر برید، سفر زیارتی یا تفریحی، قبلش چیکار میکنید؟ دکانتون رو کسی جاش میذاره، اموالتون رو مرتب میکنید، سعی میکنید بلیتی پیدا کنید که خلاصه با امور زندگی شما، خرج شما سازگاری داشته باشه. بچه‌تون رو، خانواده‌تون رو همه رو مترتب میکنید با خیال راحت. کیفو بر میدارید به رفیقاتون میگید الحمدلله همه این کارا رو کردم. سفر میرید انشاءالله رفتی به سلامت برمیگردی. یه سفری هست سوال جواب داره، مقدماتش سخته اما برای ما آسونه، برای ما شیعیان آسونه. آسونش چیه؟ یه راهی رو به ما یاد بدید که این راه مرگو برای ما آسون کنه، زاد راحلمون رو خوب ببندیم، با معنا ببندیم، با درایت و حکمت این کوله‌بار رو پر از توشه کنیم. یکی از راه ها احیای امر اهل بیت. شما میدانید تو روایت داره انسان که مرگش فرا رسید 5 تل آل عبا حاضر میشن، هم برای مؤمن هم برای مشرک. برای مؤمن حاضر میشن چون بشارتش میخوان بدن، بگن آقا تو اهل بهشتی، پیش مایی، هیچ نگران نباش. اما نسبت به مشرکین چون وقتی اینا رو میبینن حسرت میخورن، وا ویلا این همه میگفتن ولایت امیر المؤمنین، ولایت علی ابن
طالب غافل بودم. این راه، این تمسک به اهل بیت، این عقیده به اهل بیت باقی نمیماند مگر با احیای امر اونا. حواستون باشه هر جا میرید بچه‌هاتون رو با خودتون ببرید، هر جا مجلسی حاضر میشید رفیقاتون رو بگید بیان، چون این احیای امر اونهاست و این عبادت خداست و خیره، سبقت به خیره. اینقدر در جوانی از دنیا مردم رفتن ولی خوشا به حال اونهایی که خوب از دنیا رفتن. این داستان اگر در کتب معتبر ما نبود نمیگفتم. من داستان تو منبر نمیگم، چون عقیده ندارم مردم رو با داستانهایی که بعضیاش حجمش سنگینه مردم رو راهنمایی کرد. چون معارف اهل بیت اونقدر قوی هست و کلمات اهل بیت اونقدر زیاده، خود کلماتشون و قضایاشون واقعا انسان رو تکون میده. اما چون دیدم در کتاب معتبر است و به یه خانواده معتبری نسبت داده می شود و مرحوم محدث قومی هم نقل کرده، خدمتتون عرض میکنم تا مقدمه برای مصیبت بشید. میگه جوانی از دنیا رفت، بعد به جوان از این عالم شهر خواستن که آقا جان این جوان رو نماز بخون. گفت من عالم این شهر، بزرگ این شهر، در شأن من نیست برای این جوان نماز بخونم. این لاابالی بود، همه هم میشناسنش، من معذورم. گذشت، صبح آمد گفت این جوان رو دفن کردید؟ گفتم بله. گفت کجا دفن کردید؟ در وادی السلام. آمد ایستاد بالای قبرش نماز خوند. گفتم آقا جان تو دیروز آمدیم پیشت قبول نکردی، امروز تغییر کردی، جوان مدفون نماز خوندیم و قبرش نماز خوند. گاهی وقتا خدا تو خواب یه اشارهایی میکنه، خواب راسته اما نه این خوابایی که امروز مطرح میشه. خواب حقه و خداوند متعال گاهی وقتا برای تکون دادن یکی یه قضایایی رخ میده، یه خوابی رو میبینه شخص که خواب صادق بهش میگن. خداوندم در جریان حضرت یوسف و امور دیگه فکر میکنم 7-8 خواب رو در قرآن ذکر کرده. گفت دیشب تو عالم خواب دیدم این جوان رو به صورت به جهنم میکشن. منظره رو تماشا میکردم، دیدم یه موقع این جوانه داره صحبت میکنه، تو همون حالت درد دل میکنه، میگه امام من، مولای من آدم کثیفی بودم، آدم نااهلی بودم، آدمی بودم که سر به زیر نبودم، ولی به ولایت تو امیرالمؤمنین عقیده داشتم. عاشورا که میشد من سینه زن سید الشهدا بودم، حیف که استفاده نکردم، زمینه میکرد. بعد این جمله رو گفت در عالم خواب شنیدم، میگفت اگر من رو بناس با مشرکین و کفار یه جا محشور کنن، اگر از من سوال کردن امیرالمؤمنین تو به چه دردت خورد، چه بگویم؟ میگه تو عالم خواب دیدم صحنه قیامت عوض شد، جوان شد، بلند شد، ایستاد، مرتب شد وضعش، فهمیدم که مورد عنایت قرار گرفته و آمدم امروز براش نماز بخوانم. من نمیخوام بگویم که نعوذ بالله این برای همه واقع میشه، نه، این عبرته که اولین قدم ما داریم ولایت امیرالمؤمنین، دومین قدم این است که ما آنچه که اونها گفته‌اند سرمنشه زندگیمون قرار بدیم. گناه کردیم، خدای ببخشه که میدانی من اشتباه کردم، خدا میبخشه. مگر حر ابن یزید ریاحی جلو سید الشهدا رو نبست؟ اگه حر اجازه میداد سید الشهدا برگرده واقعی کربلا رخ نمیداد.
امام حسین بهش گفت اجازه بده ما از همون راهی که اومدیم برگردیم. گفت نمیشه. عبیدالله گفته جلو راه رو ببندم. بعد اومد جلو سید الشهدا سر زمین بود. سید الشهدا گفت سرتو بیار بالا، من از تو گذشتم، راه رو بر تو باز کردم. فرمود یارب یا رسول الله اجازه بده من از اسبم پایین نیا. یک نورانیت، یک حرکت کوچیک، یک امر الهی میتونه انسان رو نجات بده. آیون فردا سوال و جواب نمیخوام بگم، انشالله هممون برمیاییم ازش و هممون سعی میکنیم در زندگیمون تمام مسائل رو مراعات کنیم، اما سوال و جواب میشه. اهل بیت تمام حیاتشون رو دادن که ما بتونیم زندگی کنیم. شما میدانید دشمن کاری کرده که دین رو از بین ببره. شما اگر حافظ امر اهل بیت نباشید و دنبال این امر نباشید ولی ما برگزاری یک روزه دین رو حفظ کنیم، مسئولی باید انجام بدی و حفظ کنی به هر آنچه توانایی داری، چون امر کردن ما رو به احیای امر اونها. آقایون در دشت کربلا به خودشون زحمت ندادن گوشواره از گوش خارج کنن، گوشواره رو دریدن. سید الشهدای شما زحمت بهش ندادن انگشتر از دست انگشتش خارج کنن، انگشت بریدن. اینا مسئولیت من تو رو واضح میکنن که ما در قبال این مذهب مسئولیم. لذا فرمود عابد این لیعبدون، یعنی کسانی که کاری میکنن که به خدا نزدیک بشن، نه با نماز، نه با روزه، نه روزه میخواند، نماز میخواند، ولایت داره، به تکلیفش عمل میکنه، استباقه به خیرات داره، تمام مسائل رو با دقت زیر نظر داره. چرا؟ به خاطر اینکه فرمود شیعیان ما کاری کنید که هر کسی شما رو دید بر ما رحمت بفرسته. به خودمون برگردیم، ما که شیعه هستیم مردم ما رو میبینن به امام صادق رحمت میفرستن یا نه؟ باید کاری کنیم رحمت بفرستن، بگن این الگوی تشیعه. آمد پشت در، گفت برای چی پشت در آمدید؟ گفت یا علی خارج شود بیعت کند یا خانه و مافیها را آتش می‌زند. فرمودن فاطمه در خانه است. فرمود و این من نمیدونم تحملش چیه، ولی این زینب سلام الله علیها فرمود من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. تعبیر این شاعر خیلی عمیقه، میگه این زدنها و ضربه ها طوری بوده که مادرم گاهی به کوچه پرتاب میشده گاهی به خانه پرتاب میشده. گردیده بود قنفذ هم دست با مغیره، او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. معذرت میخوام امام زمان، مثل اینکه این دوتا با هم مسابقه گذاشته. یه منظره دیگه هم رو تل زینبیه دید و شمر جالس علی صدره مولع سیفه قابض على شیبته المقدسه